درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با گیم پلی و تست گرافیک بازی راید 5، یکی از بهترین بازی های موتورسیکلت در حال حاضر تو صنعت گیم، که اگه شما عشق موتور باشین، موتور باز باشین، این بازی بهترینه براتون. و امروز ما کلی موتور آزاد کردیم و ارزم به حضورتون یه نسیبی 1300 داریم اینجا و موتور خیلی آزاد کردیم. انواع موتورهای معروف، CBR 600، CBR 1000، موتور خیلی داریم. کاوازاکی Z1000 داریم اینجا آزاده، نینجا H2 و H2Rش هم ما آزاد کردیم. KTM هم داریم و دیگه GSX هم داریم. سوزوکی هایابوسا، یکی از خفن‌ترین و سرعتی ترین موتورها که خیلی موتور خفنیه. GSX 600 موتور بسیار زیبا. و دیگه فعلا اینا رو ما آزاد کردیم. حالا ما یه دست با CB 1300 بریم از مود ریس و ما اینجا حالا موتوری که میخوایم ما میتونیم اینجا عوض بکنیم. و اینجا هم انتخاب مپه که ما یکی از مپ ها رو انتخاب میکنیم و اینجا هم حالا مود رانندگیشه. اینجا هم میتونیم لباس و کالا کاسکت و زانوبند و کفش عوض کنیم که من فعلا قبل انتخاب کردم. انواع کالا کاسکت ها و بریم بار استارت. خب اینجا هم تنظیمات حالا بازیش بود. حالا بازی هم شروع میشه و نکته که هستش اگزوزش سوتی نیست، سایلنسر روش نمیشه در واقع. یه تچه هم زدیم و همه سبقت گرفتن و L2 ترمز، تصادف هم کردیم، L2 ترمز جلوه و زبدرم ترمز عقب و اگه اون پایین دقت کنین نشون میده و اینم صفحاشه که البته رفتیم شونه خاکی. و بازیش هم بار اول یکم سخته بازیش، باید یه ذره تمرین کنیم. خب نفر شیشمی یکی هم زد به ما پشت. با 210 تا سرعت. اوه خیلی با سرعت اومدیم. خب اینجا ترمز میگیریم. ای بابا خوردیم به این. خب چند نفر هم زدیم جلو. و 220 تا تقریبا داریم سرعت میریم. دیگه رفت رو کاتاف 230 تا تقریبا. ولی به نظرم تو CB 1300 واقعی بیشتر از 230 تا میره. حالا نمیدونم بازیش درست داره میگه یا نه. تصادفم شد. ای بابا با سرعت خیلی بیایم اینجوری میشه. اونم انداختیم بیرون.
فعلا نفر پنجمی. و کل مسابقه 5 دور زده، ما فعلا 2 دورش رو کامل رفتیم. بله پیچم با سرعت اومدیم. یه نکته ای هم که هستش، اگه ما بزنیم تو شونه خاکی 1 کیلو جلو بزنیم، اون بالا سمت چپ اگه دقت کنی یه عدد قرمز داره نشون میده. تصادفاً کردیم یه عدد قرمز اونجا داره نشون میده، یه نم بالا سمت راست اون پیه. هرچی ما بریم شونه خاکی سبقت بگیم بزنیم جلو، امتیاز هم ما کمتر میکنم. و اینجا با سرعت اومدیم. خب دوستان، این چون دور مسابقه زیاده 5 دوره، ما میاییم بیرون و موتورهای دیگر رو براتون بیارم. خب میریم تو هوم، گاراژ. خب این دو رو ما سوزوکی هایابوسا رو میخوایم برداریم. اینیم تو موتورهای سوزوکی هایابوسا و ما این موتور رو برداریم. این مود ریس استارت و همون مپ قبلی. و سرعت این موتور هم واقعا خیلی زیاده. نفر اول شدیم. یه خطا هم داشتیم و چون موتورش سرعتیه یه ذره روندنش هم سخته. فعلا نفر اولی. خیلی دیگه با سرعت اومدیم. و یکی هم ما زد جلو. 270 تا سرعت با دنده 6. و این هم رفت شونه خاکی، ما هم رفتیم شونه خاکی. و راند اول ما اول شدیم بالاخره با یکم خطا. خب ما میایم بیرون، یه موتور دیگه هم انتخاب کنیم. این بار ما کاوازاکی H2R رو میخوایم برداریم، سرعتی ترین موتور در حال حاضر. فول کربن و عجیب غریب سرعتش بالاست. خب ما مپ رو عوض کنیم، خاطر اینکه سرعتش خیلی بالاست. این مپ خوب برای این موتور برداریم. استارت. فقط دنده یکشو ببینید چند تا سرعت میره.
تقریبا 150 تا فقط دنده یکش. خب یه نفر انداختیم، یکی دیگه. خیلی سرعتش بالاست. با 250 تا سرعت تچرخ هم میزنه و سرعت هم بالا بخوردیم به این. فعلا نفر سومیم. ایوه، چون سرعتش خیلی بالاست، فاصله مونم کمه، ترمز هم بگیریم خوردیم بهش. از سر خوردیم خود سرعت بالاش. و رانندگی باشم واقعا خیلی سخته. با 150 تا راحت تچرخ میزنه. یکی هم زد ما رو جلو، یعنی میتونیم بزنیم ازش جلو. و ما نفر سوم شدیم. سرعتمون تقریبا 320 تا. خب ما این بازی رو استاپ میکنیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا انتها دیدید. خوشحال میشم که این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگر نظری داشتید کامنت رو بهم بگید و این کانال هم سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.